مثلا ریورس اسپید رو ما اگه بزنیم چه اتفاقی میفته بچه‌ها؟ من تیکش رو میزنم. این فیلم چیز اسمش هم یادم رفتش، آخرین فیلمی که آقای نولان ساخته بود، این سکانس رو شاید توش دیده باشین که داره برعکس حرف میزنه. این فیلم ما رو برعکس کرد. خب پس ریورس اسپید کلیپ رو برعکس میکنه. به جرئت میتونم بگم با همه اینها به صورت تکنیکی و پروژه‌ای کار میکنیم که مثلا یه جاهای فیلم رو جلو عقب میکنیم، فیلمو مثلا از عقب به جلو پخش میکنیم، بعد همون رو مثلا با توجه به ریتم و ضرب آهنگ و این حرفا این کارا رو انجام میدیم فعلا در حد یادگیری. پس برای برعکس کردن کلیپ اینجا ریورس اسپید بود آیکونش. این تیکه رو بچه‌ها همیشه بزنید روی اپتیکال فلو، علاوه کیفیتی خیلی بهتر برای شما تغییر سرعت ها رو انجام میده. اپتیکال فلو خیلی بهتر از این دو تا دیگه است. در همین حدی که فقط بدونید که اپتیکال فلو بهتره کافی. اپتیکال فلو قرار بدید و اوکی بزنید و اینطور خیلی بهتر اسپید های شما چالش کم و زیاد بشه، خیلی نرم‌تر روی پیکسل ها حرکت میکنه. این هم از این ابزار. من اینو دیلیت بکنم برم سراغ زاویه تو تایملاین بیام عقب‌تر. دو تا ابزار دیگه اینجا ما داریم بچه. یه ابزار داریم سلیپ تول، یه ابزار داریم سلاید تول. سلیپ سلاید. چه اتفاقی میفته؟ من اولی ابزار سلیپ تول رو انتخاب میکنم، میام رو این کلیپ. خب ببینید قبلش چیه؟ این سنکه هستش. بعدش چیه؟ کات خورده بزنم ادامه همون فیلمه دیگه. خیلی بذار من یه ذره کاتش رو جا به جا بکنم. وی میزنم، یه ذره از این میبرم، یه ذره از این میبرم. حالا اینها رو ریپل دیلیت میزنم که اینا بچسبن به هم دیگه که این کاتاش پشت هم نباشه. به جرئت میتونم بگم خود اینم یه ذره میبرم. خب از اینجا به جرئت میتونم بگم و بعدم میریم توی نقطهش بدون دلیل نیست. یه ذره این کاتم ببرم جلوتر مثلا اینجا. خب خواستیم ابزار سلیپ تول رو بگیم. من اینو انتخاب میکنم و میام رو این کلیپ وسطیه شروع میکنم حرکت کردن. ببین چه اتفاقی داره میفته. من اینو برمیگردونم به عقب. بچه‌ها آخرین فریم این فوتیج رو دقت بکنید. من وی بزنم، میام راست با کیل های جهت نما روی کیبورد میام راست. ببین آخرین فریم تا قبل از کات زوم بیشتر چیه؟ همین تصویر حالا سنگی که اینجا سنگ سفیده و اینها، این تصویر هست. خب به محض که میایم وارد این یکی کلیپ میشیم یه همچین صحنه‌ای رو داریم و بعدش دوباره وقتی میخوایم بریم تو فوتیج بعدی دوباره این تست. حالا یه دونه سنگ از این ور به این ور داریم، پس یه دونه از این ور به این وره، بعدش هم از این ور به این ور. این ابزار میاد چیکار میکنه؟ من الان انتخابش میکنم. این قشنگ تو پریویو مشخصه که چه کاری انجام میده. ببینید روی این هستم و حرکت میکنم. ببین داره نقاط ابتدایی و انتهایی خود این فوتیج رو تغییر میده، اما فوتیج قبلی و بعدی همونیه که هست. الان من کنترل زد میزنم. این فوتیج وقتی شروع میشه این صحنه است، این وسطیه، و وقتی تموم میشه با یه چرخش بیشتری بازم روی این صحنه است. خب میام چیکار میکنم؟ میام با این اسلیپ تول اینو حرکت میدم. ببین چی شد. الان نقطه شروعش شد این، نقطه پایانش هم اصلا تغییر کرد. در اصل داره چی کار میکنه؟ داره تو خود این فوتیج حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی انگار که من وی زدم اینو آوردمش بالا، مثلا میذارم اینجا رو بزرگتر کنم، انگار که اومدم مثلا وقتی با این اسلیپ تول تو این حرکت میکنم این میشه این قاب رو در نظر میگیره، ولی در اصل
این فوتیج هم از این ور هم از این ور ادامه داره دیگه. ناکن الان اینو میکشم، حالا صداش اونجا گیر کرده، صداش هم میارم پایین. از این ور ادامه داره، از این ورم ادامه داره. من بذار اینجوری نشونتون بدم. این تیکه یه آی میزنم، این تیکه یه او میزنم. محدوده ای که ما بهش کات دادیم اینجاه. میگه آقا قبول، شما این تیکه از آن رو بریدی، ولی من فوتیجی هستم که از سمت چپ ادامه دارم، از سمت راستم ادامه دارم. شما این تیکه از من رو بریدی، این آی اور ما زدی، این تیکه رو بریدیم. این ابزار اسلیپ تول میاد از این نقطه کات حرکت میکنه، میره به عقب و جلوتر و تیکه های دیگر رو به ما نشون میده. اوکیه؟ یعنی وقتی من روی این حرکت میکنم میرم سمت چپ با اسلیپ تول، مثل این میمونه که رفتم تو اینجا، رفتم عقب‌تر، انگار رفتم تصاویر قبل‌تر این کلیپو دارم میبینم انگار. خب و همینطور وقتی به جلو میرم همینطور. وقتی به سمت این ور حرکت میکنم از این ور انگار اضافه داره میشه میاد به سمت این ور. به سمت راست که حرکت میکنم روش کلیک میکنم حرکت میکنم انگار از این ور داره کم میشه میاد این ور. یه همچین چیزی رو داره که بازم من اون جمله رو تکرار میکنم. تمامی این اتفاقات با ابزار سلکشن تول قابل انجامه. من حواس کردم که نقطه کاتمو تغییر بدم. خب باشه میارمش بالای لاین. یا آقا بیاد این ورتر، مثلا ببینید چرا نمیاد بچه‌ها، چرا نمیاد؟ چون به صداش لینک و صداش اینجا گیره. میگه من صدام که بیشتر از این جانره بیشتر بشه، صداش هم یه لایه میارم پایین. بعد حالا بزرگش میکنم، یا آقا تو از عقب‌تر بیا. بعد که عقب‌تر تو آوردم اینجا هم دوباره همون کاتو اینجا میذارم. یا آقا سی کات دیلیت. یه همچین اتفاقی براش میفته که گفتم این کارم با ابزار سلکشن تول الان من انجام دادم دیگه، نرفتم سراغ اسلیپ تول. ولی خب یه جاهایی می‌بینی به کار میاد. بعد دونستنش هم که بالاخره خالی از لطف نیست. اگر اسلیپ تول رو ان شاءالله خوب فهمیده باشیم، اسلاید تول دیگه خیلی کار خاصی نداره. اسلیپ تول میاد خود این رو این تو جابجا میکرد، اسلاید تول میاد کناریاشو جابجا میکنه. ببین این وسطیه ثابت، کناریاش داره هی تغییر میکنه نقطه کاتاش. همین. و همه اینها تو اون پنجره پریویو بچه‌ها قابل تشخیصه. من الان میام اینجا پریویو رو بزرگتر میکنم تو اسلیپ تولم. ناکن میام از سمت رو خود این کلیپ هستم، از سمت چپ درگ میکنم به سمت راست. چه اتفاقی داره تو پریویو میفته؟ شما اینجا رو دقت بکنید. ببین کلیپ قبلی، کلیپ بعدی ثابت، خود این کلیپ من داره جابجا میشه. این ابتداشه، این انتهاشه، این فریم ابتداییش، فریم انتهاییش، اول کارم آخر کارم، اینو داره جابجا میشه. خب حالا میاد تو اسلاید تول. اسلاید تول چیکار میکنه؟ ببین خود این کلیپه این میشه این وسطیه، فریم اولش فریم آخرش این ثابته، ولی فریم اول کلیپ قبلی فریم اول کلیپ بعدی داره هی تغییر میکنه. خب اینا خیلی وقتا به کار میاد، البته تو فوتیج ها، تو تدوین ها، تو ادیت ها. مثلا شما وقتی این کار سینمایی انجام میدید، مثلا دقیقاً اون نقطه‌ای که مثلا طرف صورتشو برگردونده کات بخوره به یه فوتیج دیگه، تصویر دیگه که مثلا داره به دوربین نگاه میکنه. خب دقیق بخوای این کارو انجام بدی، باید با همین ابزارها و این تغییراتی که تو پریویو شما نشون میده خوب این رو با هم دیگه ست بکنید. ابزارهایی که موند، ابزار پن هستش که اینجا مثلا میتونیم ما روی صفحه باش شیپ بکشیم که تقریبا میشه گفت هیچ وقت این کار رو انجام نمیدیم ما که بخوایم شیپی رو تو پریمیر با پن بکشیم. من اینجا اینو آوت دادم دیگه، یادتونه یه این دادم یه آوت دادم، راست کلیک میکنم کلیر این اند آوت، اینا برام میره. ابزار پن رو مثلا انتخاب بکنیم و شروع کنیم به شکل کشیدن که این کار تقریبا کاری که هیچ وقت انجام نمیشه و ما شکل رو خودمون میاریم از جاهای دیگه. اما یه کاربرد دیگه ای ابزار پن داره که توی تایملاینه که اینو یه ذره جلوتر الان بهتون میگم. ابزار هند تول که خب برای جابجا کردن توی صفحه است. خب الان صفحه فیته، ولی وقتی زوم باشیم تو صفحه با هند تول میتونیم جابجا بشیم که قبلا هم گفته بودیم که کلید اسپیس همین کارو انجام میده. یعنی ما تو ابزار سلکشن تول باشیم اسپیس رو دلیل طراحانه نه این کار انجام نمیده. اچ رو باید بزنیم، اچ رو میزنیم میریم سراغ این. این هم از این اسپیس همون پلی میکنه و ذره بین هم که دیگه برای زوم کردن هستش و ما حالا تو همین تیکه‌ای که فیتو اینها رو تنظیم میکنیم این کار رو انجام میدیم. برای زوم کردن توی تایملاین هم هستش که ما گفتیم دیگه اصلا با ذره بین و اینا کاری نداریم، میایم یا از این کمک میگیریم یا تو همون ابزار سلکشن تول که هستیم چیکار میکنیم؟
آلت رو نگه میداریم و تایملاین رو اسکرول میکنیم. ببین بچه ما همه تلاشمون بر این هستش که بتونیم کمترین کار رو با خود نرم افزار و کلیدهایی که توی نرم افزار داشته باشیم همه چیز سعی می‌کنیم با کیبورد و موس انجام بدیم. اینا تو هم ابزار سلکشن تول که هستن باید به همه چیز دسترسی داشته باشیم. من میخوام مثلا آقا زوم کردم میخوام صفحه حرکت کنم باشه اوکیه، نمیخواد بیام اینجا هند رو انتخاب بکنم اچو میزنم سریع پنمو انجام میدم، بذار زوم بذار بیشتر کنم، پنمو انجام میدم آقا کارم تموم شد، سریع ویو میزنم سلکشن تول اینم فیت میکنم. دوباره مثلا میخوام تایملاین رو بزرگ کوچیک بکنم یا از اینجا کمک میگیرم یا آلت رو نگه میدارم اسکرول میکنم تایملاینمو بزرگ و کوچیک میکنم، یا حتی کلید مثبت و منفی روی کیبورد همین کار انجام میده بچه‌ها. کلید مثبت رو میزنیم بزرگ میشه، منفی رو میزنیم کوچیک میشه. من بذار کیبورد مجازی رو بیارم. به این صورت این کلید مثبت و منفی رو که بزنیم برای ما تایملاین رو بزرگ و کوچیک میکنه. خب این هم از ابزارها. خب یکی از ابزارهامون موند و اونم ابزار پن بود. من بیام سراغ این ابزار پن رو یه ذره باهاش کار بکنیم. اگر اجازه بدید من دیگه کلا این تصاویر رو پاک بکنم و با عکس ها از این به بعد کار رو ادامه میدیم.